بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم از نعمت صحت و عافیت و شادکامی و شادمانی برخوردار بوده باشید. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه محضر شما بزرگواران هستیم و امیدواریم که شما عزیزان نیز تا آخرین لحظات این برنامه ما را همراهی بفرمایید. و اجازه شما عزیزان خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح کارشناس برنامه هم عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و امید در هر جایی که هستین الله متعال ما را در حفظ پناه خود داشته باشه. در خدمت شما هستم. آمین. تشکر جناب استاد. خب بینندگان عزیز و گرامی، اگر به خاطر داشته باشید ما طی چند قسمت گذشته صحبت‌هایمان را پیرامون رد بر منکرین سنت یا پاسخ به منکرین سنت صحبت‌هایی داشتیم و بحثمان پیرامون عده‌ای که خود را به نام متبعین قرآن یا پیروان قرآن می‌دانند صحبت در مورد ایشان را در برنامه گذشته تمام کردیم و آخرین سوالی که خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح در رابطه به منکرین سنت مطرح شد در ارتباط به احادیث آحاد بود. چون منکرین سنت را ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک دسته آنان که سنت را به صورت کلی رد میکنن و سنت را حجت نمیدانند، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را مردود میدانند، و عده دیگری که احادیث متواتر را میپذیرند اما احادیث آحاد را نمیپذیرند. البته صحبت های این برنامه ایمان پیرامون افرادی است یا کسانی است که احادیث آحاد را حجت نمیدانند. و باز اگر وارد بحث دقیق تر شویم میبینیم که کسانی که احادیث آحاد را حجت نمیدانند اینها هم به چند دسته و چند گروه تقسیم میشن. یک عده اینها به صورت کلی احادیث آحاد رد میکنند و بخش دیگر اینها احادیث آحاد را در باب احکام میپذیرند اما در باب عقاید نمیپذیرند. گروه سومی کسانی هستند که خود را عقلگرا میدانند و اینها احادیث آحاد را در باب اسماء و صفات الله جل جلاله انکار میکنند. و همچنین گروه سومی، گروه چهارمی افراد هستند که با احادیث آحاد طبق هوای نفسشان تعامل میکنن و برخورد میکنن، در جای احادیث آحاد را حجت میدانند و در جای دیگر نمیپذیرند. چه بهتر است بحث این برنامه ایمان را باز هم از تعریف حدیث آحاد شروع کنیم. انشالله که خالی از فایده نخواهد بود، چون وقت برخی ها احادیث نام حدیث آحاد را میشنن به این فکر میفتند که گویا احادیث آحاد یعنی یک فرد روایت کرده و فقط برداشتشان از احادیث آحاد این است. اما فکر کنم تعریف حدیث آحاد گسترده‌تر و وسیع‌تر از این برداشتی است که برخی از کج فهم ها و یا هم ناآگاه ها از او دارند. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، اگر میشه به صورت اندک مفصل‌تر و تفصیلی‌تر در رابطه به حدیث آحاد صحبت کنیم.
جزاکم الله خیر از تقسیم بندی بسیار خوب شما که در مورد اخبار رسول الله علیه الصلاة و السلام یا احادیث پیامبر علیه الصلاة و السلام کردین. اما در مورد خبر واحد در برابر خبر متواتر قرار میگیره و خبر متواتر ما قسمی که در برنامه گذشته هم کوتاه در مورد صحبت کردیم، گفتیم که خبر متواتر خبریه که افرادی به اندازه او را روایت بکنن که اگر کسی خواسته باشه یا عقل اگر خواسته باشه جمع شدن آنها را بر دروغ احساس بکنه، عقل او را محال بشماره. یعنی نتانه که بگین این همه این جمعیت بزرگ دروغ میگویند. این خبر متواتره. اما خبر آحاد در برابر این قرار میگیره. خبر متواتر یک درجه پایین تر از این در باب از نظر طرق قرار میگیره. حالا فعلا ما در باب طرق حدیث جناب استاد صحبت میکنیم. بحث ای که حجت هست کدام حجت کدام نیست اینها بحثای بعدی است. بله. حالا یک تعریف کوتاهی از این بشه. این خبر متواتره. اما خبر آحاد علما آن را به سه دسته تقسیم میکنن. میگن خبر مشهور هست، خبر عزیز هست و خبر غریب هست، یا حدیث مشهور، حدیث عزیز و حدیث غریب. حدیث مشهور را تعریف میکنن، میگن که حدیثیه که کمتر از 3 نفر آن را روایت نکرده باشه. یعنی در هر طبقه روات، در کل طبقات سند از 3 نفر کمتر نباشن. این حدیث مشهوره و حد اکثری به اندازه‌ای که به درجه تواتر نرسه. این حد اقل 3 نفر و حد اکثری به درجه تواتر نرسه. اما حدیث عزیز که یک درجه از نظر طرق و از نظر طریق حدیث پایین تره، حدیثیه که 2 نفر آن رو روایت کرده باشه. 2 نفر از 2 نفر، یعنی حد اقل 2 نفر باشه. اما حد اکثر؟ بله، حد اکثر خب تا به 3 نفر. بله. یعنی اگر 3 نفر شد باز مشهور میشه. 2 نفر از 2 نفر روایت کرده باشه. این حدیث رو میگن حدیث عزیز. این هم در تحت حدیث آحاده یا خبر واحده. این نکته را عزیزان توجه داشته باشن چون خیلی مهمه که این هم حدیث عزیز هم که 2 نفر از 2 نفر روایت میکنه یا 2 نفر آن را روایت میکنه در تحت حدیث واحد یا خبر واحد یا اخبار آحاد داخل میشه. یک قسم دیگر حدیث غریبه. حدیث غریبه که 1 نفر از 1 نفر روایت میکنه. این حدیث هم حدیث خبر واحد یا اخبار آحاده. بناهن این را علما گفتیم به 3 دسته تقسیم میکنن یا به 3 قسم آن را حقیقتا تقسیم میکنن. قسم اول حدیث مشهوره، حدیث عزیزه و حدیث غریبه که هر کدام از اینها باز از خود تفصیلاتی داره که جایش نیست اینجا که ما به تفصیلات آن بپردازیم. این تعریف کوتاه حقیقتا از خبر واحده که عزیزان نکته را در اول برنامه خوبه که در ذهن خود داشته باشن. تشکر جناب استاد. چون من به خاطر این موضوع را تذکر دادم و دوباره پرسیدم که گفتم برخی ها البته به جز کسانی که در عرصه حدیث معلومات دارن، غیر اونها وقتی حدیث آحاد میشن میگن آحاد بالاخره از واحد گرفته شده و این حدیث به این معناست که یک شخص واحد این را روایت کرده. اما طبقی که شما شرح دادین حدیث آحاد به 3 نوع تقسیم کردین، مشهور و عزیز و غریب، و حدیث مشهور در هر طبقش از 3 نفر کمتر نمی باشه و تعداد اگر از 3 نفر بالاتر میشه باشه به حدی که در حد تواتر نرسه، و عزیز هم در هر طبقش باید 2 راوی وجود داشته باشه و غریب هم در هر طبقش باید 1 نفر. خب حالا کسانی که حدیث آحاد را رد می کنند، یکی از ادعاهایشان است که میگن، شاید ما در برنامه گذشته هم این را مطرح کردم و بار دیگر باز هم از اینجا شروع میکنیم که میگن حدیث آحاد به تصریح خود محدثین ظنی الدلاله است و به تصریح قرآن ظنی الدلاله نمیشه حجت قرار بگیره. بنا به او کسایی که رد میکنن دلیلشان است که میگن چون حدیث آحاد ظنی الدلاله است و ما به این اساس پذیرفته نمیتونیم و نمیتونیم که این به عنوان حجت
در باب احکام و در باب عقاید بپذیریم. جناب استاد حقیقتا این یک حرف تو خالیه که کسی بیای ادعا بکنه که محدثین به این نظرند، اهل حدیث به این نظرند که خبر واحد سنی و دلالیه. این یک ادعایه، این یک ادعای جناب بیشتر استاد. اگر به عنوان شبهه هم باشه این شبهه را در ذهن مردم جا دادن. بله و این متاسفانه جناب استاد بله متاسفانه در برخی از کتب هم جای گرفته که خبر واحد ظنی و دلالیه. کی گفته ظنی و دلالیه؟ ما وقتی که اخبار را گفتیم که به متواتر و به خبر واحد و اخبار آحاد تقسیم میشه، از جهت طرق حدیثه، از جهت حجت بودن حدیث نیه. به این واسطه من در اول این را تکرار کردم که بینندگان عزیزی که اهل علمن یا کسانی که به این موضوع آشنا هستند بفهمن، متوجه بشن که حرفم چیست، که از این حرف سوء استفاده نشه. به خاطر این جناب استاد در باب حدیث، مادامی که حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت بشه، مادامی که از رسول الله علیه و سلم حدیث ثابت بشه که پیامبر علیه السلام حرف گفتن، چی یک نفر بگه، چی دو نفر بگه، چی 3 نفر بگه، چی 100 نفر بگه، اون در نزد اهل سنت افاده علم میکنه، افاده یقین را میکنه. یک نفر یا 2 نفر یا 3 نفر، هر کس هر مقداری که باشه، مادامی که از رسول الله علیه و سلم ثابت بشه، بدون شک این افاده علم میکنه. یا میشه گفت که ظنی و دلاله نیست، بلکه برخی از متکلمین و برخی از کسانی که در باب اصول کتاب نوشتند یا متأثر شدن از فکره متکلمین و کسانی که حقیقتا از منهج اهل سنت و جماعت متاسفانه کنار روی کردند و بر اصول و قواعد معتزلی ها و جهمی ها روان شدن، یعنی به صورت غالب نمیگم اکثر آنها، متاسفانه این فکره در اونها تاثیر گذاشته و در برخی از کتب اصول هم این جای گرفته. ولی اگر ما به اصل این موضوع برگردیم که این کلام از کجا گرفته شده، که یعنی اولا این تقسیم اخبار از نظر افاده علم یا افاده ظن و گمان از کجا گرفته شده، اولین کسانی که این حرف را زدن جهمی ها و معتزلی ها بودند، بنا به تصریح حتی روافض، بنا به تصریحی که امام ابن ابوالعز حنفی رحمه الله در کتاب شرح عقیده طحاویه میکنه، این نکته را اشاره میکنه، میگه اولین کسانی که این تقسیم بندی را کردن کسانی بودن از جهمی ها و معتزلی ها. و برخی علما میگن اولین کسی که حرف اخبار آحاد و اخبار متواتر را زد که یکی افاده یقین میکنه یکی افاده ظن میکنه، کسی بود به نام عبدالرحمن ابن کیسان. عبدالرحمن ابن کیسان اصم مشهور این فرد، و بعد از او کسی دیگه به نام ابراهیم ابن اسماعیل ابن ابراهیم که مشهور به ابن علیه، که اینجا خوبه که یک نکته را اشاره بکنم که عزیزان کسانی که اهل علمن باز برایشان دوچار مشکل نشه. ما 2 تا ابن علیه داریم، یکی اسماعیل ابن علیه، یکی ابراهیم ابن علیه. اسماعیل ابن علیه از مشایخ و از شیوخ امام احمد و از از رجال شیخینه، یعنی از رجالی است که امام بخاری و امام مسلم از او روایت کردن. این امامه، این امام بزرگواره. ولی ابراهیم که فرزند همین اسماعیل هست، اون هم به ابن علیه هست که بیشتر در کتب فقهی از او استفاده میشه، یک جهمیه و شاگرد همین عبدالرحمن ابن کیسانه. و بعد از او یکی از جهمی هایی که این حرف را زد شاگردش بود که ابراهیم ابن اسماعیل ابن ابراهیم که مشهور به ابن علیه هست. پس بنان اولین افرادی که جناب استاد این حرف را زدن معتزلی ها و جهمی ها بودن، ربطی به اهل سنت نداره. و الا که اهل سنت نظرشان اینه که مادامی که خبری، مادامی که حدیثی به صحت برسه و حدیث صحیح باشه، اون حدیث عمل کردن به آن و قبول کردن آن بر ما لازمه و بر ما حجته، به عنوان یک دلیل شرعی و به عنوان یک اصل شرعی برای ما شناخته میشه، مادامی که از رسول الله علیه و سلم ثابت بشه و همان اصول و قواعد یا شرایطی که در حدیث صحیح گذاشته شده در آن تطبیق بشه، بنابراین حدیث به نزد ما قابل ارزشه و برای ما حجته. اما این قول که بیاین بگین که مطلقاً به یک اصل ما رجوع بکنیم که اون اصل ثابت نیست، این واقعا یک جفاه، یک ظلمه، یک خیانته. شما بیاین برای من دلیل بگین، از چیزی دلیل بگین که من قبول ندارم، این حرف را نزدم، بروخ من بکشید که والله شما این نظر را دارید. بابا جان من این اصلا حرف تو را قبول ندارم. اولا این که کسی بیایه بگه که خبر واحد والله ظنی و دلالیه، پس بنان بیاین از این شاخه بندی بکنیم، بیاین بر علی اهل سنت موقف بگیرید. اولا اهل سنت به این اتفاق ندارن، این که اولین کسانی که این حرف را زدن جهمی ها و معتزلی ها و روافض بودن، بعد از آن هم هیچ ربطی به اهل سنت نداره جناب استاد. پس بنابراین این حرف یعنی اساساً این مشکل داره
و خبر واحد افاده یقین میکنه و افاده علم میکنه، نه افاده ظن و گمان. شما گفتین هر حدیثی که صحتش از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت باشه برای ما حجت است. بله. خب عده زیاد امروز مطالعه دارن، تحقیق دارن، برمیگردن به کتاب ها و برمیگردن به کتب حدیث و قرآن، میگن که آیا برای حرفتان شما دلیل از قرآن و سنت دارین؟ بله، دلایل در این مورد جناب استاد زیاده. اول اینکه اگر ما دلایل نگاه بکنیم در قرآن کریم، شما کل آیات قرآن کریمی که در مورد پیروی از رسول الله علیه السلام آمده یا تمسک جستن به سنت پیامبر علیه السلام آمده، به صورت مطلق آمده، جای قید نکرده که اگر یک نفر نقل کرد قبول نکن، اگر 10 نفر نقل کرد قبول بکن. کجا آمده همچون چیزی؟ در کجای آیات قرآن کریم آمده؟ ما گفتیم امام احمد رحمه الله میگه بیش از 30 و چند جا در قرآن کریم هست که دلالت میکنه برای که الله متعال سبحانه و تعالی دستور میده که یا تشویق میکنه به این که شما از سنت پیامبر علیه السلام پیروی بکنیم. یا برخی دیگه از علما از جمله امام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه بیش از 40 جا در قرآن کریم هست و اگر ما دقیقاً قرآن کریم مطالعه کنیم شاید بیشتر از این هم بیابیم. آیات در قرآن کریم که دلالت صریحی داره بر این که شما حقیقتا وقتی که از رسول الله علیه السلام اطاعت میکنین، نیامده که شما یک نفر بود قبول بکنین، چند نفر بود قبول نکنین، همچون چیزی نیامده جناب استاد. به صورت اطلاق آمده شما از پیامبر اطاعت بکنین، آنچه پیامبر آورده قبول بکنین. این دلیل اول که ما هیچ دلیلی نداریم در همه آیات، مثلا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اینا همه به صورت عموم، به صورت مطلق آمده. یا بگین به صورت مطلق آمده، قیدی نیاورده که با این قید آمد قبول کنین، با این قید نیامد قبول نکنین. کجا همچون حرفی آمده؟ یعنی در قرآن کریم همچون چیزی جناب استاد وجود نداره. خب حرف اینه که میگن خبر آحاد وقتی از یک نفر روایت میشه، این احتمال داره که این فرد که حدیث نقل کرده، فرد که حدیث روایت کرده، احتمال اشتباه داره و بشر خالی از اشتباه نیست. به این لحاظ ما نمیتونیم میگم بپذیریم که حدیثی که از طرف حدیثی که آحاد باشه و از طرف اشخاص معدودی یا یک شخص، دو شخص، سه شخصی که احتمال خطا در وجود داره، این در باب احکام یا عقاید بپذیریم. یا البته به صورت کسایی که به صورت کل رد میکنن. متوجه شدم جناب. حتی اینها هم این حرف رو میزنن. حتی کسانی که اخبار آحاد را رد میکنن متاسفانه این حرف را دارن. جناب استاد حقیقتا این برمیگرده به، اجازه بدین که کمی رکتر بگم، برمیگرده به جهل اینها. حقیقتا برمیگرده به جهل اینها نسبت به علم حدیث و علم رجال و علم مصطلح حدیث. و اگر اینکه بارها هم در برنامه گذشته همین موضوع تکرار کردم، اگر اینها آگاهی از علم رجال داشته باشن، آگاهی داشته باشن که وقتی یک عالم میگه حدیث صحیحه یا یک حدیث تصحیح میکنه چی راههای پی میگیره، اینها همچون حرفی نمیزدن. همچون حرفی نمیزدن که بیان راحت بگن والله بله این هم مثل ما یک نفری بوده، شاید اشتباه کرده، شاید چنین کرده، شاید چنان کرده. در حالی که جناب استاد وقتی که یک حدیث صحیح میشه، تمام مراحل مهم سنجیده میشه، تمام مراحل مهم نسبت به این راوی دیده میشه که این راوی چگونه آدمی بوده، چگونه شخصی بوده، اساتید این کی بوده، شاگردای این کی بوده، حافظه این نفر چگونه بوده، آیا در زندگی خود دروغ کرده، فسق و فجوری کرده، حتی انخراط و مروءت داشته نداشته. این موضوع جناب استاد اینها جدیه. یعنی به سادگی نیه که یک راوی بیان تایید بکنن که والله این حدیث را آورده، بنان هر حدیثی که آمد بیان قبول بکنین، هر حدیثی که آمد بیان قبول بکنین. پس بنان جناب استاد وقتی که یک حدیث صحیح میشه، یک حدیث را علما تصحیح میکنن، این طی مراحل میشه. یعنی فرد عادی نیست که به هر حال هر فردی بیاین حدیثی رو بپذیرن و هر فردی حدیثی رو قبول بکنن و بگن والله این آمد این رو هم بپذیر، اون آمد این رو هم قبول بکن. در حالی که ما میبینیم کتب فراوان جناب استاد نوشته شده که از افراد دروغگو، افرادی که متهم به دروغن، حتی افرادی که در زندگی خود دروغ گفتن، افرادی که به هر حال مشکل اخلاقی دارن و خیلی دیگه از این افراد، یعنی کوچکترین یعنی حقیقتا جرحی که بر او وارد میشه، علما از قبول حدیث او سرباز میزنن، حدیث او رو قبول نمیکنن. این حرف بسیار مهمیه، به خصوص در باب دروغ گفتن یا در باب که یک فرد مثلا در ضبط
یا در حافظه خود ضعف داشته باشه، علما میان در این مورد بررسی میکنن که حافظه این چگونه بوده، روایاتی که آورده آیا تناقضی در میان روایات این نیست و راههای مختلفی که برای امتحان حافظه این فرد یا برای دریافت کردن که حافظه این چگونه بوده سنجیده شده. یعنی یک حرف هوایی نیه که هر کس بیا یک حدیث تصحیح کرده باشه و به هر حال و کس دیگه بیا یک حرف هوایی بگه و بعد بر علیه ما دلیل بشه. جناب استاد اینا میگن که شما که وقتی حرف هوایی میگین، میگن ما هم حرف هوایی را پذیرفته نمیتونیم و ما حرف ما هم هوایی نیست. ما در این نظریه ما که گویا احادیث آحاد را حجت نمیدانیم، دلایل داریم از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اول جناب استاد اگر اجازه بدین که چون حرف ما نیمه نمانه برخی از آیات به عنوان مثال یا برخی از احادیث را اشاره بکنم. اول از که امام ابن قیم رحمه الله کتابی داره به نام الصواعق المرسله. این کتاب مختصر هم نوشته شده ولی نمیدونم به زبان فارسی ترجمه شده یا نشده. در این کتاب امام ابن قیم رحمه الله بیش از تقریبا 20 دلیل میاره بر رد اینها از آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله علیه السلام بنابر حجت بودن حدیث واحد یا خبر واحد یا اخبار آحاد. از جمله این آیات و روایات من به دو تا از آیات اشاره میکنم و به یکی از روایاتی که از رسول الله علیه السلام ثابت شده. آیه در سوره مبارکه توبه هست، آیه 122 که الله متعال سبحانه و تعالی میگه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. این دلالت به چی داره؟ این دلالت بر این میکنه که الله سبحانه و تعالی میگه همه مؤمنین به جهاد خارج نشن، همه مؤمنین بیرون نشن برای جهاد. کسایی از این مؤمنین باشن یا فردی از این مؤمنین یا از این قوم و از این گروه باشه که دین را یاد بگیره و بعد برگرده به پیش خانواده و پیش اهل و پیش کسایی که در منطقه او هستند و به اونها دین بفهمانه. اینجا فرد آمده یا فرد آمده جناب استاد، نه آمده که شما یک قومی بفرستین که برن یک چیز یاد بگیرن. گفته فلولا نفر من كل فرقه، یعنی یک فردی هم که از تمام فرقه ها جمع بشه، از تمام گروه ها جمع بشه، بیا چیزی یاد بگیره و برگرده. اینجا قرآن کریم شرط نکرده که مثلا به هر حال 4 نفر باشه، 5 نفر باشه، 10 نفر باشه، 20 نفر باشه، اینها بیان با هم یاد بگیرن، باز با هم برن تبلیغ بکنن، دین برای مردم بفهمونن. همچون چیزی نیامده جناب استاد. فلولا نفر آمده جناب استاد، یک فرد آمده. این در سوره مبارکه توبه که دلالت صریحی بر این داره. و همچنین در سوره مبارکه حجرات آیت 6 الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. الله متعال سبحانه و تعالی میگه اگر فاسقی آمد، فاسق میگه اینجا قید میگذاره، بله فاسق اگر فاسقی آمد یعنی یک فرد فاسق اگر آمد فتبینوا، خبری برای شما آورد احد بنبأ نگفته. حالا به صورت مطلق نامده؟ نه، منظور ایست جناب استاد که مقابل فاسق مفهوم مخالف این آیه چیه؟ فاسق یعنی عادل صالح عادل هر کدومی که بگیرین، حالا عادل که کلمه عامتری باشه. ان جاءکم فاسق مفهوم مخالف اینه که اگر فرد عادلی آمد خبرش رو بپذیرین. متوجه شدین؟ دقیق به استدلالی که در این آیه قرآن کریم میشه. این در سوره مبارکه حجرات آیت 6 و اجازه بدین که یک حدیث هم بخوانیم، چون اینها به هر حال احادیث رو خب به صورت کلی رد نمیکنن. اینها کسانی هستند که یعنی اخبار احاد رد میکنن. بله. رسول الله علیه السلام میگن که نضر الله امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتی یبلغه غیره. میگن که الله متعال سبحانه و تعالی شاد بکنه و خوشبخت بگردانه کسی را که امرأن، فردی را که سمع منا، میشنوه از ما. بله. امرأن در اینجا آمده، بعد گفته فحفظه حتی یبلغه غیره، تا اینکه این را باز میرسانه برای دیگری. حالا جناب استاد منظور اینجاست که در این حدیث رسول الله علیه السلام نگفتن که یک جماعتی میآیند و میشنوند و به دیگران میرسانند. یک فردی میآیه و میرسانه برای دیگران. یک فرد میه. رسول الله علیه السلام به او دعای خیر میکنن. نضر الله امرأ سمع منه. بله این حدیث صحیحه، در سنن ترمذی حدیث شماره 2656 و همچنین در بقیه و در ادامه حدیث چی اینجا آمده در ادامه حدیث فرب حامل فقه الی من هو افقه من.
امکان داره که این باز بحث دیگریه جناب استاد. نه این بحث ما به خاطر این بحث ذکر کردم جناب استاد، چون شما گفتین حدیث صحیح است و این هم خودش حجت است. ادامه حدیث اگر بخوانین فقط من و رب حامل فقه لیس بفقیه. بله این ادامه حدیثه که اینها حقیقتا ربطی به بحث ما نداره، اما جایی که ارتباط به بحث ما داشت اینه که نضر الله امرا سمع منا. این یک فرد و یک فرد هم در فکر کنم در معنای حدیث هم است که حتی اگر کسی که در جلسه حضور داره، در مجلس علم حضور داره، اگر فهم و درایتش به اندازه کسی که به او ابلاغ میکنه هم کمتر باشه، این هم یعنی میتونه بحثی باشه، به خاطر که برخی از به هر حال یا الان نسبت داده شده به برخی از فقها که یا ای که حرفی از فقها، به هر حال نمیخوام که بس زیاد باز بشه، که میگن مادامی که راوی فقیه نباشه در مسائل حدیث او قابل قبول نیست یا رد میکنن و این حدیث رد بر اونهاست که میتونه یک فرد بر اونهاست که میتونه یک فرد حدیثی تحمل بکنه، یعنی حدیثی بگیره در حالی که حفظ بکنه، برداشت بکنه و بر الفاظ حدیث بگیره در حالی که معنای حدیث رو نمیفهمه، اما به کسی دیگه برسونه که از او بهتر میدونه. این هم میتونه یعنی دلیلی باشه. بله این هم میتونه دلیلی باشه. اما چیزی که مورد استناد ما بود اینه که نضر الله امرا. در اینجا نیامده که رسول الله علیه السلام گفته باشن یک جماعت خداوند متعال خوشبخت و به هر حال خوب بگردان کسایی که یک جماعتی که میان میشنوند و بعد به جماعت دیگه میرسانند، بلکه رسول الله علیه السلام میگن دعای خیر میکنن به کسی که میاد یک حدیثی از پیامبر میشنوه و برای دیگران میرسانه. و این حقیقتا دلالت صریحی باز بر این داره جناب استاد که یعنی در روایت حدیث دلالت صریحی هم میتونه بر روایت حدیث داشته باشه، بر رد کسانی که خودشان را قرآنی میدانن یا به صورت کلی بگین حدیث رد میکنن. این هم میتونه یک رد باشه بر اونها. خب یک حدیث دیگه و روایت جناب استاد زیاده در این مورد. یا میتونین مثلا ما استناد بکنیم به این که رسول الله علیه السلام برخی از صحابه تک و تنها فرستادن در اماکن زیادی، مثل مصعب ابن عمیر سفیر رسول الله علیه السلام، اولین سفیری که پیامبر علیه السلام از مکه میفرستند به مدینه که مردم را مسلمان بکنه. و خیلی از مسلمانانی که از انصار بودن و از غیر انصار به دست مصعب ابن عمیر در مدینه منوره مسلمان شدن و رسول الله علیه السلام صبر نکردن که ای مصعب صبر بکن که گروه یک جماعت بزرگ دیگه بیان با تو باشن، همراه باشن، بعد تو بری به مدینه و مردم را به سوی خدا دعوت بکنی. همشون حرفی نبوده. یعنی این خودش دلالت میکنه که چون وقت مصعب رضی الله تعالی عنه میره مدینه برای ابلاغ چی میره؟ اول برای ساختار عقیده. بله. در باب عقاید، چی در باب عقاید، چی در باب احکام. گفتم که مهمتر است که در باب عقاید اینا بعضیشون رد میکنن. خب این میره به خاطر چی؟ به خاطر تصحیح، به خاطر اصلا تبلیغ عقیده. دقیقاً تبلیغ عقیده. اگر خبر واحد حجت نمی بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم بر اهل مدینه توسط یک نفر دین حجت اقامه نمیکرد. بله دقیقاً. و همچنین موضوع معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه وقتی که رسول الله علیه السلام رو به یمن میفرستن، برای میگن که تو میری نزد قومی، میری اونها رو دعوت بکن به سوی الله متعال، شهادتین برای میگن که بگو برای مردم، بعد اگر اونها پذیرفتن بعد اونها رو به سوی نماز و عقیده هم عقاید هم عقاید و هم احکام هر دو چیز در اینجا در بر میگیره که حقیقتا رد صریحی میتونه هم بر کسانی باشه که به صورت کلی خبر واحد رد میکنن و هم رد باشه بر کسایی که در باب عقاید قبول نمیکنن ولی در باب احکام آن را میپذیرند و قبول میکنن. پس بنابراین روایات جناب استاد در این مورد فراوانه. و یا پیام هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به هرقل و به اینها همه فرستادن دین به یکی از افراد مهم وقتی میخواستن دین برسانن توسط یک فرد میفرستادن. بله توسط یک فرد فرستادن و اقامه حجت هم میشد. بله اقامه حجت میشد و لابد باید میپذیرفت و قبول میکرد، چون سفیر رسول الله علیه السلام بود و کلام رسول الله علیه السلام به دیگران میرساند و اونها لازم بود بر اونها که دین رو بپذیرند و قبول بکنن، یا ای که آنچه که رسول الله علیه السلام خواسته ای داشتن نظر به دعوت آن را بپذیرند و قبول بکنن. خب حالا میپردازیم به دلایل اینها که اونها هم شبهات ببخشید شبهاتی که اونا مطرح میکنن و در این شبهاتشون استناد میکنن به احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما اجازه بدین قبل از اینکه
به بحث پردازیم بریم سراغ یک میان برنامه کوتاه و پس از این میان برنامه ان شاء الله موضوع ما را پی میگیریم. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن، بیگمان گوش و چشم و دل همه بازخواست خواهند شد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي خب بینندگان عزیز و گرامی، باز هم با عرض سلام مجدد و دوباره با ادامه برنامه بازسازی اندیشه خدمت شما هستیم و موضوع این هفته برنامه من حجت بودن احادیث آحاد یا اخبار آحاد در باب عقاید و احکام است. و قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح تعریف مفصل داشتن در رابطه با حدیث آحاد و انواع آن و همچنین به برخی از دلایلی که حجت بودن خبر واحد را در باب احکام و عقاید تایید میکنه به برخی آیات و احادیث اشاره کردن و صحبت همچنان ادامه داره. و قبل از میان برنامه از جناب استاد عبدالرحمن فاتح سوال کردم کسایی که منکر حجت بودن احادیث آحاد هستند اونها هم دلایل از احادیث دارند و جناب استاد عبدالرحمن فاتح یکی از دلایل اینها حدیث ذوالیدین است. بله. حدیث ذوالیدین که انگام رسول الله صلی الله علیه و سلم در فکر کنم در اثنای نماز 4 رکعتی 2 رکعت خواندن در این باره چی میگین شما؟ آیا ابتدا این حدیث صحیح هست یا اشکال داره؟ جناب استاد حقیقتا این حدیث در کتب صحیح آمده. حدیث ذوالیدین مشهوره و یکی از دلایل قوی که یعنی به تعبیر اینها یا از شبهات قوی که مطرح میکنن در باب رد خبر واحد همین حدیث ذوالیدین و این حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده و آنچه که من از اینجا روایت میکنم از صحیح بخاریه. البته در کتب حدیث دیگه هم موجوده. خب صحیح هست حدیث. بله حدیث صحیحه. ابی هریره رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله علیه السلام در یکی از نمازها بعد از 2 رکعت سلام دادن. بعد از 2 رکعتی سلام دادن در حالی که نماز 4 رکعتی بود. نماز 4 رکعتی بود. بله. و چون برخی از روایات آمده که نماز عصر بوده. به هر صورت اینجا ذوالیدین رضی الله تعالی عنه برای پیامبر علیه السلام میگه که ای رسول الله نماز قصر شده یعنی نماز کوتاه شده یا شما فراموش کردین. اول یعنی این ادب صحابه رضوان الله علیهم اجمعین با رسول الله علیه السلام که شاید امری آمده و نماز 4 رکعتی 2 رکعت شده یعنی دیگه صحابه سکوت کردن. بله دیگه صحابه سکوت کردن. این ذوالیدین این حرف زد یا رسول الله نماز کوتاه شده یا شما فراموش کردین.
پیامبر علیه السلام گفتن نه نماز کوتاه شده و نه هم فراموش کردم، چون پیامبر علیه السلام مطمئنن برای خود که 2 رکعت خواندن، فکر میکنن 4 رکعت خواندن. و این هم حقیقتا یک حکمتی از جانب الله سبحانه و تعالی است که اولا پیامبر علیه السلام از نسل بشر میفرسته که این اشکالات برای بشر پیش میاد تا این که احکام برای دیگران فهمانده بشه. چون این حدیث ذوالیدین حقیقتا میشه گفت که بزرگترین حدیثی در باب سجده سهو. اگر این اتفاق برای رسول الله علیه السلام نمیافتاد ما مسئله سجده سهو یا مسئله سهو از کجا میفهمیدیم؟ این هم حقیقتا یک حکمتی بود. به هر صورت وقتی که ذوالیدین همچون حرفی میزنه به رسول الله علیه السلام، پیامبر علیه السلام به او میگن، سوال میکنن، رو به جمع از صحابه میکنن، میگن اصدق ذوالیدین؟ آیا ذوالیدین راست گفت؟ راست میگه ذوالیدین؟ همه مردم گفتن بله، یا همون جمعی که بودن گفتن بله یا رسول الله علیه السلام. پیامبر علیه السلام 2 رکعت نماز میخوانند و بعد سجده سهو میکنن که داستانش در حدیث مفصل آمده. اما چیزی که اینها حقیقتا از این حدیث استنباط میکنن اینه که میگن رسول الله علیه السلام چرا خبر ذوالیدین رد کردن؟ چرا به خبر او اعتنا نکردن؟ اگر خبر واحد قابل قبول هست چرا رسول الله علیه السلام خبر ذوالیدین رد کردن و نپذیرفتن؟ پاسخ جناب استاد از چند جهته. بله. اول این که این روش رسول الله علیه السلام در قبول و یا در رد خبر واحد نبوده برای همیشه، که همیشه این گونه بوده باشد. مثل که ما اگر یادتان باشه قبل از میان برنامه هم به این موضوعات به برخی از اینها اشاره کردیم. مسئله مصعب ابن عمیر که رسول الله علیه السلام رو به مدینه میفرستند، مسئله معاذ ابن جبل که به یمن میفرستند، یا مسئله سفرای رسول الله علیه السلام که در مناطق زیاد در کشورهای مختلف رسول الله علیه السلام یک و یک میفرستند، او هم به سوی دعوت به اسلام، که این اسلام متشکل از احکام، عقاید، همه چیز در او هست. رسول الله علیه السلام اونها را دعوت میکنند به سوی اسلام و این سفرا را تک تک میفرستند، در اکثر موارد تک تک میفرستند. پس بنابراین دلیل قوی است و دلیل صریح است بر این که رسول الله علیه السلام این گونه نبوده که برای همیشه خبر یک نفر قبول نکنند یا با خبر یک نفر توجه نداشته باشند، یا داستان همان حقیقتا اعرابی که میایه و مسئله هلال یا دیدن ماهر قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان برای رسول الله علیه السلام اطلاع میده و پیامبر علیه السلام بر اساس خبر او تصدیق میکنن و برای مسلمان ها میگن روزه بگیرین، خلاص ماه دیده شده، هلال دیده شده. به هر صورت این از جهت اول که این گفتیم اولا روش رسول الله علیه السلام برای همیشه این نبوده. اما سوال اینجا مطرح میشه که اگر نبوده، که ما ثابت کردیم نبوده، واقعا هم نبوده، خب چرا خبر ذوالیدین رسول الله علیه السلام رد کردن؟ چرا حرف ذوالیدین نپذیرفتن؟ اصل در اینه که جناب استاد ذوالیدین میایه از چیزی خبر میده که برای خود پیامبر اتفاق افتاده و پیامبر علیه السلام مطمئنن، با صراحت میگن نه فراموش کردم و نه هم نماز قصر شده. یعنی ذوالیدین میایه به چیزی خبر میده پیامبر علیه السلام که به خود پیامبر اتفاق افتاده. این فرق میکنه که به یک کس دیگه خبر بده، این که بیه به خود شخص اطلاع بده. مثلا بیام برای شما بگم فلان کار انجام دادی، در حالی که شما مطمئنین که کار انجام ندادین. آیا حرف من به تنهایی میپذیرین؟ نه خیر، قبول نمیکنین. نیاز داره که یک جماعتی واقعا اونها هم در اونجا باشه که خبر بدن که من امی اشتباه کردم یا امی سهو و خطا از پیش من شده. پس بناهن جناب استاد این بحث حقیقتا به خاطر تثبت بوده، به خاطر این بوده که اثبات بشه که پیامبر علیه السلام این کار انجام دادن یا ندادن، و الا که هدفی نبوده که پیامبر علیه السلام برای همیشه اخبار رد بکنن، چون این به خود پیامبر، به شخص پیامبر علیه السلام مربوط می شده، حق بوده که باید سوال می شده. چون رسول الله علیه السلام طبق که از حدیث برمیایه مطمئنن، میگن نه فراموش کردم و نه هم نماز قصر شده. پس بناهن اینجا یعنی حقیقتا چیزی که پیامبر علیه السلام مطمئنن، یک کس میایه میگه که نه تو این کار را انجام ندادی، در حالی که من مطمئنم که این کار را انجام دادم. اینجا جایی بوده که رسول الله علیه السلام همچون سوالی از دیگر اصحاب که در اونجا حضور داشتن بپرسن. بله. خب یک به اصطلاح شبهه و غیر از شبهه دیگری هم دارن که شاید ذهن بسیاری از افرادی که دچار بداندیشی بگیم یا کجاندیشی شدن برگرفته شده از این حدیث باشه. حدیث
بیا خبره که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حدیثی را که حضرت ابو موسی اشعری روایت میکنن او را رد میکنن. میگن اگر خب دلیل دارن، میگن اگر قرار می بود که خبر واحد حجت می بود، حضرت عمر خبر ابو موسی را حدیثی که ابو موسی روایت کرد او را رد نمی کرد و دنبال شاهد دومی نمی گشت. جناب استاد حقیقتا این حدیث یعنی در صحیح مسلم آمده، در 2-3 حدیث دنبال هم و کلا یعنی شبهه‌ای که واضحه و اصل داستان بر اینه که ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه، ابو سعید خدری میگه که ما در مجلس انصار نشسته بودیم که ابو موسی اشعری با حالت بسیار غمگین و حالت گرفته آمد پیش ما. بله. و میگه از پرسان کردیم که ای ابو موسی تو را چی شده چرا این حالت داری؟ میگه برای ما گفت که عمر فرستاد به دنبالم، امیر مؤمنان عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه فرستاد دنبال من و من رفتم دروازه خانه‌اش، دق الباب کردم 1 بار 2 بار 3 بار، دیدم که کسی حقیقتا دروازه را باز نمیکنه، بازگشت کردم رفتم. بله. میگه بعد اینجا بود که به دنبالم فرستاد عمر رضی الله تعالی عنه، برای من گفت که چرا بازگشتی؟ دنبال ابو موسی، به دنبال ابو موسی اشعری فرستاد عمر رضی الله عنه، گفت چرا بازگشتی؟ ابو موسی گفت که من از پیامبر علیه السلام شنیدم که پیامبر علیه السلام فرمودن وقتی شما اجازه میگیرید دروازه خانه کسی میایید و 3 بار اجازه میگیرید ولی به شما اجازه نمیده، پس باید شما بازگشت کنید، بروید. پشت دروازه خانه اش ایستاد، نشید دیگه آنجا جای ایستاد شدن نیست. 3 بار دروازه دق الباب کردی، دروازه رو باز نکرد، برو بازگشت بکن. عمر رضی الله تعالی عنه بری گفت اقم علی البینه، بر این چیزی که گفتی دلیل بیار، برای چیزی که گفتی یعنی دلیل بیار. بله، برای حدیثی که گفتی بیار، شاهد بیار، و اگر نیاری من تو را زجر میدم، تو را عذاب میکنم که تو همچون دروغی بر رسول الله علیه السلام نبسته باشی. میگه که ابی ابن کعب میگه که هیچ کس بر نخواست همراه ابو موسی اشعری مگر که ابو سعید برخواست که کوچکترین فرد در میان این قوم بود. میگه برخواست همراه ابو موسی اشعری، ابو سعید خدری، سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه، میگه برخواست همراه ابو موسی اشعری آمد به مجلس عمر رضی الله تعالی عنه و اونجا شهادت داد، گفت که بله ما هم این حدیث را از پیامبر علیه السلام شنیدم. این حدیث که گفته شد اینها یک بار بر خود تاختند که بله حدیث خبر متواتر عمر رد کرد. اولا اینجا که چرا عمر رضی الله تعالی عنه رد کرد، یک مشکلی که جناب استاد متاسفانه در میان اکثر اینها وجود داره، اکثر این شبهه براکنها، اینه که اینها یک حدیث میارن ولی از خیلی احادیث دیگه ناآگاهن، بی اطلاع هستن. متوجه شدید؟ یعنی باید در پرتو بله جناب استاد، احادیث وقتی یک حدیث انسان میخواد بر او استدلال بکنه یا حکم میخواد از او استنباط بکنه، لابد باید طرق حدیث را جمع بکنه. با یک حدیث که مشکل حل نمیشه، یک حدیث یک راوی به یک شکل روایت میکنه در حالی که یک قسمت دیگر در حدیث دیگه وجود داره، اینها را باید در کنار هم قرار بده و از اینها یک حکم استنباط بکنه. ولی اینها مشکل دارند یا از روی عناد یا از روی جهل که متاسفانه به این مشکل گرفتارند. یک حدیث میاره ولی بعداً علت حدیث در حدیث دیگه سراغ نمیگیره. چرا عمر رضی الله تعالی عنه کار کرد؟ در حدیث دیگری که ابو برده یعنی فرزند ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه این حدیث میاره، این روایت میاره، عمر رضی الله تعالی عنه برای ابو موسی اشعری چی میگه؟ اینی لم اتهم، که ما تو را متهم نمی کنم که تو دروغ گفتی یا تو فلان کردی، ولکن الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم شدید. این در 2-3 جای سنن ابی داوود آمده با الفاظ مختلف. در اینجا آمده که ابو موسی، عمر رضی الله تعالی عنه برای ابو موسی میگه ابو موسی تو فکر نکن تو را متهم کردم که تو دروغ میگی، بلکه من به خاطر این کار کردم که دیگران پای خود را جمع بکنن که مبادا بر رسول الله علیه و سلم دروغ ببندن. اینجا حکمت نهفته. بله حکمت نهفته واضح میکنه عمر رضی الله تعالی عنه. فکر نمیکنم دیگه برای این شبهه چیزی باقی مانده باشه، چون خودش تصریح میکنه. واضحه جناب استاد. این حدیث در سنن ابی داوود آمده. این حدیث در سنن ابی داوود آمده، حدیث 5183 و همچنین حدیث 5184 چند روایت دنبال هم آمده. ثانیاً جناب استاد، اولا که گفتین دلیل واضح. بله.
ثانیاً اگر این حدیث هم نمی بود این روایت رد بر خودشان بود. چگونه؟ ما تعریف کردیم و اینها هم خودشان تعریف میکنن که خبر واحد 3 نفر، 2 نفر، 1 نفر. بله. حالا ابو موسی همراه ابو سعید خدری چند نفر شدن؟ 2 نفر. خب خبر واحد شد پس دوباره. نه، اصل دلیل اینایی بود که چرا حضرت عمر ابتدا خبر ابو موسی را قبول نکرد. قبول نکرد، باز 2 نفر قبول کرد. خب 2 نفر که شد خبر واحده، باز هم حل شد. باز هم خبر واحده. بله. درسته یا نه؟ بله. باز هم خبر واحده. یعنی آلا باید بپذیرن. باید بپذیرن خبر واحده. جناب استاد این چی؟ اگر 1 نفر بود خبر واحده، 2 نفر بود خبر واحده، 3 نفر بود خبر واحده، تا که به درجه خبر متواتر نرسه خبر واحده. بله. اول نپذیرفت و علت را هم گفت. دوم که پذیرفت باز هم از 2 نفر پذیرفت. خب این رد بر خودشان هست. بله واقعا. این رد صریحی بر کسانی است که میگن خبر واحد حجت نیست، دلیل نیست. واقعا اگر حجت نمیدانستیم، با وجودی که ابو سعید خدری شهادت داد، گواهی داد، گفت که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این حدیثی را شنیدیم، باز هم باید شما نمیپذیرفتیم. بله باید نمیپذیرفتین چون 2 نفره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نگفت که برین یک جماعت جمع کنین که خبر متواتر شه تا ما بپذیرم قبول بکنم. اگر چنین میگفت این دلیلی بر رد ما بود، دلیلی بر علی ما بود، ولی فعلا دلیلی بر علی خودشان هست. جناب استاد خب این روایت صراحت داره بر این که عمر رضی الله تعالی عنه خبر واحد قبول کرده. درباره حدیث میراث جده چی میگین که از ابوبکر؟ در مورد این هم اول خوبه که بفهمیم که موضوع خبر جده یا حدیث که ربط میگیره به مادر بزرگ چی بوده. اصل موضوع بر اینه که یک به هر حال نوه فوت میکنه. بله. مادر بزرگش میاد به نزد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگه که طالب میراث میشه. بله آیا میراثی برای من میرسه یا نمیرسه؟ ابوبکر صدیق میگه من در این مورد چیزی از رسول الله علیه و السلام نشنیدم، چیزی در این مورد اطلاعی ندارم که آیا در این مورد رسول الله علیه و السلام چیزی گفتن یا نگفتن. بله. و این دلالت صریحی بر این داره که از کبار صحابه و از بزرگان صحابه احیانا میشه که احادیثی مانده باشه. بله. نمیتونه کل احادیث را اینها جمع کرده باشن و کل احادیث در ذهن اینها بوده باشه. این دلیل صراحت صریحی اولا بر این داره. بعد از آن هم ابوبکر صدیق چی میگه؟ میگه آیا رو به صحابه میکنه، میگه آیا کسی هست که از رسول الله علیه و السلام همچون چیزی شنیده باشه؟ همچون چیزی از پیامبر علیه و السلام کسی شنیده که پیامبر در این مورد حکم کرده باشن؟ در این مورد حکم کرده باشن؟ مغیره ابن شعبه برمیخیزه میگه بله من شنیدم، من حاضر بودم که پیامبر علیه و السلام برای مادر بزرگ 6-1 حکم کردن، گفتن 6-1 برای او برسه، سدس برسه برای او. بعد ابوبکر صدیق برای از چی میگه؟ میگه که آیا کسی دیگه هست همراه تو که این حرف زده باشه؟ یعنی از پیامبر شنیده باشه؟ از پیامبر علیه و السلام. یعنی لفظ حدیثی آمده که هل سمع ذلك معك احد؟ آیا کسی این حرف رو شنیده از پیامبر علیه و السلام غیر از تو؟ غیر از تو کس دیگه شنیده؟ محمد ابن مسلمه در اینجا برمیخیزه میگه بله من هم شنیدم. اینها دیگه این حدیثی که شنیدن والله چی دلیل قوی پیدا کردیم برای از اینکه بیاین، چون ابوبکر صدیق هم نپذیرفت، خلیفه اول نمیپذیره، خلیفه دوم هم نمیپذیره. بیاین بزنین اهل سنت بر این که چرا اینها خبر واحد یا اخبار احاد قبول میکنن. جناب استاد اولا این روش ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بر این نبود که همیشه خبر واحد رد بکنه. همیشه این روش ابوبکر صدیق نبود، روش عمر نبود، روش هیچ یک از صحابه نبوده. بله. مثلا به عنوان مثال ما حدیثی داریم در صحیح بخاری جناب استاد که دلالت صریحی بر این داره که ابوبکر صدیق خبر 1 نفر پذیرفته. خبری که عایشه رضی الله تعالی عنها روایت میکنه، میگه دخلت علی ابی بکر رضی الله تعالی عنه فقال فیکم کفنتم النبی صلی الله علیه و سلم. میگه شما در چند لباس پیامبر علیه السلام کفن کردید؟ ام المؤمنین عایشه میگه فی 3 اثواب بید سحولیه لیس فیها قمیص ولا عمامه. این بحث فقهیه، به این نمیپردازین. اما بحث اینجاست که ابوبکر صدیق قول ام المؤمنین عایشه صدیقه و حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه میپذیره، قبول میکنه. و ام المؤمنین 1 نفره. بله. 1 نفره چیزی روایت میکنه از پیامبر علیه السلام، از کفن پیامبر علیه السلام، و ابوبکر صدیق هم میپذیره، قبول میکنه. این حدیث در صحیح بخاریه، حدیث 1387. این دلیل اول جناب استاد. دلیل دوم
حقیقتا چرا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه این کار کرد و حدیث مغیره ابن شعبه نپذیرفت؟ اولا گفتن که این روش ابوبکر صدیق نبوده، بلکه در مسائل پذیرفته و قبول کرده. به خاطر صد ذریعه، همان دلیلی که عمر رضی الله تعالی عنه داره که مبادا افرادی جرأت پیدا بکنن و نعوذ بالله بر پیامبر علیه السلام دروغ ببندن، در محضر عام اینها این کار انجام میدن. در محضر عام این کار انجام میدن تا دیگران متوجه بشن که مبادا بر رسول الله علیه السلام دروغ بسته بشه و احادیثی به دروغ به پیامبر علیه السلام نسبت داده بشه. ثالثا جناب استاد، این خبر هم رد بر خودشان هست. مغیره ابن شعبه و محمد ابن مسلمه چند نفرن اینها؟ دو نفرن. دو نفر که شد حدیث چی میشه؟ متواتر میشه؟ نه خیر، متواتر خبر واحده، باز هم همان اخبار آحاده، حدیث عزیز میشه. و این حقیقتا این که دو نفر باز میان حدیث رو تایید میکنن، اول نمیپذیره به تعبیر اونها و به تعبیر ما نه این گونه نیست. دو نفر میای حدیث رو قبول میکنه و فیصله میکنه ابوبکر صدیق، فیصله میکنه این حکم بنا به شهادت کی، چنانچه در اخیر این حدیث هم آمده که میگه که فاعطاه ابوبکر السدس، ابوبکر رضی الله تعالی عنه سدس داد برای جده یا برای مادر بزرگ. یعنی منظوریه که جناب استاد به دو نفر حکم ابوبکر صدیق برای از اینها اثبات میکنه، ثابت میکنه. حکم ثابت میشه برای از اینکه دو نفر میان شهادت میدن و میگن از رسول الله علیه السلام شنیدیم. و این دو نفر در واقع همان تعبیری که ما کردیم و تعریفی که ما کردیم اخبار آحاده، خبر واحده و این رد صریح هست. در باب احکام بود، در باب احکام، بله، ذواليدین و میراث جده و دیگه مسئله حدیثی که حضرت ابو موسی تمامش در باب احکام بود. بله در باب احکام بود. همه اینها در باب احکام بود. خب جناب استاد، اگر اجازه بدیم باز هم یک وقفه کوتاه داشته باشیم و یک میان برنامه کوتاه را همراه با بیننده های عزیز و گرامی ببینیم و انشاءالله پس دوباره برمیگردیم و بحثمان را پیرامون حجیت خبر آحاد در باب عقاید و احکام دنبال میکنیم. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. من مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا و شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مزاحم حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از هلند شما زحمت داریم. بله از هلند. نوررحمن هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم. مادر محمد از کردستان عراق. عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواز. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب انصاری. من بخیر هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادر محمود اسمونه. آقای انصاری از افغانستان مزاحم میشم. سلام، من هستم از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه.
خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم و موضوعمون در رابطه به حجت بودن خبر واحد در باب عقاید و احکام را پی میگیریم. جناب استاد عبدالرحمن فاتح قبل از میان برنامه دوم به برخی از شبهاتی که مخالفان یا کسانی که حجت بودن خبر واحد یا احادیث آحاد را در باب عقاید و احکام رد میکنن و از این احادیث چند حدیثی که ذکر کردیم از او به عنوان دلیل استفاده میکنن، به شبهاتشان جواب و پاسخ دادند و البته انشاءالله که اگر در ذهن افرادی که شبهات بنا به دلایلی که منکرین ارائه میکنن بود، انشاءالله که شبهه رفع شده باشه. از همکار عزیزم در اتاق کنترل احمد جان خواهش میکنم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنن تا بیننده های عزیز و گرامی که در رابطه به موضوع برنامه، البته خواهش میکنم که هر سوالی که مطرح میشه و هر نظری که حتی میتن در ارتباط با موضوع برنامه باشه و هر صحبتی که خارج از موضوع برنامه باشه صحبتشان قطع میشه و ما را انشاءالله که معذور بدارن. خب جناب استاد، شما فکر کنم به برخی از استدلال هایی که منکرین احادیث آحاد از او به عنوان دلیل ارائه میکنن پاسخ دادین، البته به صورت کلی. من میدونم کسایی که در باب اسما و صفات الله جل جلاله احادیث آحاد را قبول نمی کنن و خود را عقلگرا و خردگرا می نامن، اینها به چه دلیل استناد میکنن و چرا نمیپذیرند؟ حقیقت امر جناب استاد اینه که متاسفانه اکثر این افرادی که یعنی در ابواب مختلف احادیث پیامبر علیه السلام مورد هجوم قرار میدن، یکی از جمله همین افرادن که متاسفانه در باب اسما و صفات پروردگار سبحانه و تعالی که جزئی از عقاید یعنی قبول نمیکنن و نمیپذیرن. اینها خیلی خیلی متاسفانه باید بگین که یعنی بدتر از کسایی هستند که به صورت کلی اخبار رد میکنن، اخبار واحده، خبر واحده، چون اونها هوشیارترن از اینها. شما اگر ببینین جناب استاد در مجموع روایات یا در مجموع روایاتی که اخبار آحاده، یعنی اگر به صورت کلی نگاه بکنیم، برخی از این روایات متشکل از احکام و عقاید. بله، مثلا یک حدیث می حکم ثابت میکنه و در ضمن حکم یک عقیده را هم ثابت میکنه. اینها جزئی از حدیث میگیرن و جزء دیگر را قبول نمیکنن. این یعنی چی؟ یک تناقض آشکاره. به عنوان مثال در روایات آمده که وقتی شما به قعده می نشینید بعد از تشهد، همان روایتی که آمده که رسول الله علیه السلام میگن از 4 چیز شما به الله متعال پناه ببرین. اللهم انی اعوذ بک من شر الدجال، مثلا شر دجال هم هست، عذاب قبر هم هست در اون روایات آمده. دجال در روایات خبر واحد ثابت شده جناب استاد. اینها به این واسطه در باب عقاید میبینیم که قبول نمیکنن، نمیپذیرن. این کسانی که اولا یعنی به صورت کلی در باب عقاید نمیپذیرن. و این حدیث حکمی را هم ثابت میکنه که شما بعد از تشهد این دعا را بخوانید. یعنی چی رقم میتونه بشه که هم بخوانید و هم به او عقیده نداشته باشید؟ کسی که معتقد به عذاب قبر نباشه، معتقد به صحبت دیگه تون چی بود؟ ما به مسئله دجال و اینها که اشاره کردیم. بله. اگر عقیده نداشته باشن چطور میتونه که هم میخوانه؟ عجیبی نه جناب استاد، هم میخوانه بعد از تشهد این دعا را میخوانه ولی میگه من عقیده ندارم به دجال، چرا؟ به خبر واحد ثابت شده. این یک تناقض آشکاره که متاسفانه در میان اینها جناب استاد وجود داره. خب اگه اجازه بدین فقط من چند تماس دنبال چند تماس میرم. السلام علیکم. السلام علیکم. الو. بله بفرمایید. کارشناس صحبت کنم. بفرمایید، صدای شما را میشنن، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ محمد هستم از اهواز. خب آقا محمد بفرمایید.
میخواستم بپرسم اگه کارشناس ثابت کردن که خبر واحد مورد حجت هست، پس چرا در مورد قضیه فدک جناب ابوبکر حرف صدیقه حضرت فاطمه زهرا؟ بیننده گرامی، من در ابتدای برنامه هم اشاره کردم وقت صحبتتان خارج از موضوع برنامه باشه قطع میکنم و ما را معذور بداریم. خبر واحد ایشون حرف کردن. نه بیننده گرامی، شما دائم دنبال مسائل جانبی میگردین. اصل موضوع اگر در اصل موضوع صحبت دارین بفرمایین و الا میریم سراغ بیننده بعدی. بیننده بعدی. السلام علیکم. السلام علیکم، بفرمایین. بیننده بعدی. السلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایین برادر گرامی. یعنی حدیث حضرت محمد حدیث از ماهی بشمیدیم و 2022 حدیث صحیح یعنی معتبر حدیث همین اگر بفرمایید خوش بشیم. من متوجه سوالتان، شما متوجه سوالشان شدین استاد؟ دوباره اگر همین سوالتان تکرار کنیم برادر گرامی. حدیث حضرت محمد بسیار بخشین، صدایتان بیننده گرامی قطع و وصل میشه، به او خاطر ما نمیتونیم که نتونستیم سوالتان بگیریم. اگر میشه با دوباره تماس بگیریم. میریم سراغ بیننده بعدی. السلام علیکم. بفرمایید برادر گرامی، خود معرفی بکنین، از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین. من از آبادان ایران. بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم. بفرمایید. الو. بفرمایید، صدای شما وصل است با استودیو. بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین بیننده گرامی، بفرمایید سوالتان مطرح کنین. آقا ببخشید، من از آبادان زنگ میزنم. خوشبختانه بدین قضیه فتایا راحت شدم، بدین سنفه هستم. الحمدلله، مبارک باد برتان. قربان شما، دست دعا نکنه. چی باعث شد بیننده گرامی، چی باعث شد که شما از دین رافضیت خارج شدین و به اهل سنت پیوستین؟ بابا اصلا دین رافضیت در قرآن مجید کسی و آشکاری گذاشتن برامون. اصلا وقت قرآن باز کردن ما رو اول گمراه کردن، گفتن فقط حسین قرآن در کار. وقتی قرآن باز کردیم دیدیم اصلا دین در کار، دین نیست. بله، یعنی شما با خواندن قرآن و با پژوهش به این نتیجه رسیدین؟ بله بفرمایید. خود من به مادرمون ام المؤمنین خوش دادم، خود من. یعنی یه طوری ما رو به وقت سوال کردن که اصلا نمی‌دونستیم دنیا چیه. وقتی قرآن رو باز کردم نوشته زوجات الرسول امهات للمؤمنین، یعنی هر کی به زنای پیغمبر پشت میده مؤمن نیست. یعنی شما قبلا متوجه نبودین که زوجات رسول الله صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنان هستند، یا ای که شما را از قرآن دور نگه داشته بودند و معانی قرآن را به شما تشریح نمی کردن؟ بعد از اینکه شما پی بردین که مادران مؤمنان زوجات رسول الله صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنان هستند، شما به اشتباه و دروغ‌ها و کذب و تدلیس‌های آخوندا پی بردین و به اهل سنت پیوستین. درست است؟ آقا خوشبختانه حتی خود من، حتی بچه ها همشون فهمیدن به تسنن اصلا اومدن. الان یک هفته حتی مهر نمازی که گذاشتن، این بوتی که گذاشتن روش نماز بخونیم هم برداشت انداختن تو. هر چی کتاب داشتن. فقط یه خواهش از شما دارم، اینو بگید تو تلویزیون اعلام کنید. بیننده گرامی، پیام شما به کسایی که گول و فریب آخوندها را خوردن و هنوز هم به بدعت‌ها و خرافات آلوده هستند، پیام شما به عموم اهل تشیع چیست؟
پیام من این دین شیعه رو فیل کن، دین دروغه، دین کسته، دین اصلا وقتی شیعه یعنی شیعه باشی یعنی باید دروغگو باشی، شیعه باشی باید دزدی کنی، شیعه باشی باید نمیدونم چی. اگه حرف راست بزنی میگن این فلانی سنی وهابی شده، اگه بگی این حرامه کار درست نیست میگن این فلانی سنی وهابی شده، اگه میگم دزدی نکن میگن این فلانی سنی وهابی شده. بله. یعنی باید دزدی کشیده. نمیدونم فقط من یه خواهشی از شما دارم، من کتاب صحیح بخاری رو گرفتم که بخونم. بله بفرمایید. اینو تو تلویزیون اعلام کنید کتاب صحیح بخاری تو ایران خیلی دستکاری شده. گرفتم بخونم، خیلی حتی بشای اون زن پیغمبر نوشتن. درست است. خواهشن از شما میخوام تو تلویزیون اعلام کنید کتاب های صحیح بخاری که الان تخت شده تو ایران نگیرن نخونن. همش دروغه. کتابی انشالله بیننده گرامی، انشالله ما در این ارتباط انشالله تحقیق میکنیم و بررسی میکنیم انشالله و صحبت میشه در ارتباط. من در پایان بار دیگر هدایت شما و پیوستن شما به حق و حقیقت را تبریک میگم و از درگاه الله جل جلاله برایتان استقامت و ثبات قدم آرزو دارم. تشکر از شما. مرسی، دست شما دامه. سلامت باشین بیننده گرامی. سلامت باشین. سلام. و علیکم السلام. و علیکم السلام. آمین. شما همچنان. خب بیننده بعدی، سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ خب مثل که قطع شد، میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید برادر گرامی، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ سلام علیکم. بیننده بعدی، سلام علیکم. بیننده گرامی، اگر از طریق گوشیتان با ما در تماس و ارتباط باشین بهتر میشه، چون صدایتان منعکس میشه دوباره. بفرمایید. از تمام بیننده‌های عزیز و گرامی تقاضا داریم وقتی تماس میگیرن تلاش کنن از طریق گوشی تلفن با ما همراه باشن و صدای تلویزیون یا گیرندهشون رو ببندن. بیننده بعدی، سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، وصل هستین. بیننده گرامی شما با استودیو وصل هستین، بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم برادر، جور هستین؟ جانتان جور کرد. الحمدلله، لطف پروردگار. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ ما ایران در شما تماس میگیریم از افغانستان، از مزار شریف. همیشه بحث او سنی تو مرا میگه بیای شیعه شد. مرا میگه بیای شیعه، شما به ایران هستین، ما برادر میگه. شما را کسی میگه بیاین شیعه شوین؟ خب صحبت ما با این برادر ما قطع شد. امیدوار هستیم که دوباره تماس بگیرن و صحبتی که داشتن مطرح کنن. خب جناب استاد عبدالرحمن فاتح، تا برقراری بقیه تماس ها فکر کنم باز هم تماس برقرار شد. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی، سلام علیکم. بفرمایید بیننده بعدی، شما وصل هستین، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی. من از توفیقتان زنگ میزنم. من بفرمایید در ارتباط به موضوع برنامه اگر صحبت دارین. میبخشید من حوض وینه اینو موضوع برنامه چی هست؟ موضوع برنامه حجیت خبر آحاد در باب احکام و عقاید. خب من از شما بیننده گرامی معذرت میخوام و بیننده های عزیز و گرامی که تماس میگیرن ازشان خواهش دارم که
ابتدا برنامه را ببینن، بعدش در ارتباط به موضوع برنامه صحبت کنن. چون وقت برنامه را ندیدن و از موضوع برنامه آگاهی ندارن تماس میگیرن، وقت خودشان هم ضایع میشه و وقت بیننده ها را هم تلف میکنن. کسایی که برنامه را میبینن و از موضوع اطلاع دارن تماس بگیرن، ما در خدمتشان هستیم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم برادر، جور هستین جان؟ و علیکم السلام، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ما پیشترم زنگ دادم مدارس است. خب درست است، بفرمایید. شما اگر من صحبت شما را دقیق گرفته باشم گفتین کسی شما را به بله بحث شیعه و سنی شد برادر. با شیعه شما گفتم اگر کدوم پیغمبر شیعه باشه منم میام شیعه میشم. بحث ما زیاد شد گرم شد بین ما باید من ما را بزن کردن چی رقم میشه. خب شیعه بود که ما شیعه شدیم. ما بیننده گرامی، ما فکر میکردم که صحبتان در ارتباط به موضوع برنامه باشه، اما باز هم انشالله جناب استاد فاتح اگر وقت بود در ارتباط به صحبت شما تعلیق خواهند کرد. تشکر از شما. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. مثل که وصل کسی نیست برمیگردیم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. اما قبل از این که فکر کنم به استودیو برگردیم یک میان برنامه کوتاه را میبینیم. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم. طی 15 دقیقه گذشته ما تماس های بیننده های عزیز و گرامی را داشتیم به برادر که به حق و حقیقت پیوستند و از خرافات و بدعات و شرکیات آخوندی خود را رهانیدن، هدایتشان را و به حق و حقیقت پیوستنشان برشان بار دیگر تبریک عرض می کنم و از درگاه الله متعال برای این برادر عزیز و سایر دوستان و عزیزان که هدایت شدن ثابت قدمی را آرزو دارم. خب جناب استاد عبدالرحمن فاتح، تقریبا 10 دقیقه بیشتر از وقت برنامه نمونده. اگر شما هم چون بیننده‌ای که تماس گرفتن مشخصا در ارتباط به موضوع برنامه صحبت نداشتن، اما اگر در ارتباط به هدایت برادر صحبت دارین در خدمت شما هستیم و الا برمیگردیم به اصل مطلب. جناب استاد، حقیقتا بنده هم بسیار خوشحال شدم و هر مسلمان باید از هدایت یک برادر مسلمان خود خوشحال بشه. واقعا اکثر این افرادی که بیچاره ها نمیفهمند و به دام جهل و نادانی و خرافات و بدعت افتادن واقعا بسیار تأسف آوره. الله متعال همه نجات بده و دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی برادر بزرگوار ما و تمام هدایت شدگان را ثبات قدم بده و آنها را در این راه نگه بداره و استقامت نصیبشان کنه و آنها را از شر دجال ها و از شر منافقین، از شر روافض و فاسقین الله متعال نجات بده. یعنی چقدر زیبا بود جناب استاد، واقعا اینها از حق و حقیقت دور نگه داشته شدن که فقط به مجرد از اینکه پی میبره که عایشه رضی الله تعالی عنها و حفصه رضی الله تعالی عنها و سایر امهات المؤمنین زوجات پیامبر صلی الله علیه و سلم مادر مؤمنان هستند، فوراً
بیزاری خود را از دین رافضیت اعلام میکنه. سبحان الله، این واقعا جناب استاد هر قلب این را زود قبول نمیکنه. قلب هایی الا کسی که دنبال هدایت بله، کسی که دنبال هدایت باشه. جناب استاد حقیقتا مسئله انابت یا مسئله رجوع یا به تعبیر دیگه بگین مسئله حق خواهی، این یکی از صفات بارز و صفات بسیار مهم یک فردیه که حقیقتا ان شاء الله به حقیقت میرسه. یعنی فردی که به دنبال حقیقت باشه، ولی فردی که به دنبال عناد باشه، سرکشی باشه، اگر کل قرآن کریم 10,000 مرتبه به او تفسیر بکنی انگار نه انگار که حرفی برای او گفتی. و این واقعا یک لطف است که الله متعال برای این برادر ما و دیگر برادران و خواهران ما کرده و واقعا باید سپاسگزار نعمت‌های بزرگ پروردگار متعال سبحانه و تعالی و بزرگترین نعمت که همانا نعمت هدایت الله متعال نصیبشان کرده. به ایشان تبریک میگیم و از بارگاه الله متعال استقامت می‌خوایم برای خود و برای ایشان. اگر تعلیق خفیفی هم اگر وقت هست در ارتباط به صحبت برادری که از افغانستان پیرامونه یکی کسی گفتن ایشان به تشیع دعوت میکنه. والله امروز خیلی جالبه. امروز میدان دعوت برای همه باز شده، برای مسیحی، برای یهودی، برای رافضی. ولی اگر حقیقتا انسان حق را ببینه، یعنی با انصاف نگاه بکنه، دین اسلام دینی نیست که با این خرافات روبرو باشه یا دینی نیست که اینها نشان میدهند از اسلام. اگر فردی به دنبال اسلام باید اسلام را از اصل اسلام و از اصول اسلام دریابنه، از چند تا آخوند مفخور و آخوندهایی که جز خرابکاری چیز دیگری برای جهان اسلام به بار نیاوردند. اگر واقعا دین همین باشه، اگر واقعا دین اسلام همین باشه که اینها دعوت میکنن به سوی آن، واقعا باید ختم این اسلام را خواند. اسلام که این نیست. این بدبختی هایی که این بیچاره ها آوردن، این خرافات و این بدعاتی که اینها آوردن هیچ ربطی به اسلام نداره. اگر شما را دعوت میکنه امروز علت دلیل ای که عده زیاد از جوانها در ایران حتی مسیحی میشن چی است؟ چون بیزار میشن اینا دینی که اینا از پیش خودشان ساختن، چهره بدی از اسلام نشان دادن. واقعا بله، واقعا یک حقیقت جناب استاد، چهره اسلام را خراب کردن. الله متعال اینها را خراب بکنه. اول هدایت بکنم و از الله متعال برای همهشان هدایت طلب میکنیم. هیچ وقت طرفدار از این هستیم که اینها خدای نخواسته به شرک و خزعبلات و خرافاتی که دارن به او بمیرن. اول هدایت از الله جل جلاله طلب میکنیم و اگر هدایت نمیشن به خوبونشانه بکن. آمین. واقعا شر اینها بر سر مسلمان ها بسیار زیاده و الله متعال سبحانه و تعالی این فتنه ای که عبدالله ابن سبع در روی زمین به پا کرد، الله متعال این فتنه را خاموش بکنه. در خدمت شما هستیم. ولی بحثی که ما داشتیم حقیقتا جناب استاد، ما اینجا رسیده بودیم که کسانی که میگن ما اخبار آحاد را قبول نداریم به صورت مطلق، اینها خیلی هوشیارترن از کسانی که میگن در باب عقاید قبول داریم ولی در باب احکام قبول نداریم، چون اینها دوچار تناقض میشه. اینها دوچار تناقض میشن. و رسول الله علیه الصلاه و السلام سفرایی که فرستادن ما قبلا هم اشاره کردیم که اینها رو به سوی دعوت به سوی توحید پیامبر علیه الصلاه و السلام فرستادن. میگفتن شما برین مردم به سوی توحید و به سوی یگانه پرستی، به سوی یگانگی الله متعال دعوت کنین. اگر رو قبول کردن باز به مسائل احکام مطرح میشه، حتی مسئله احکام. جناب استاد، این فردی که میگه من در باب عقاید قبول ندارم ولی در باب احکام قبول دارم، همین که تو یک حکم قبول میکنی، مثلا نماز فرضه، بله، حکم قبول میکنی که نماز فرضه و از جانب الله، همین خودش عقیده، همین خودش عقیده. یعنی جناب استاد از هر جهت که اینها را ببینین متاسفانه این بیچاره ها دوچار تناقض شدن و دوچار چندگانگویی شدن. این واقعا یک مشکلیه که در میان اینها وجود داره. اما اونهایی که به سوی عقل رجوع کردن و به سوی اهل کلام و به سوی معتزله و به سوی معطله و به سوی جهمی ها و به سوی بدبخته های دیگر رفتن و اصول آنها برای خود اصل قرار دادن و عقل را بر احادیث پیامبر علیه السلام ترجیح دادن، واقعا اینها افرادی هستند که الله متعال اینها را هدایت بکنه. و این یک گمراهی محضه که ما کلام پیامبر علیه السلام را خبر واحد گفته ترک بکنیم، بریم به دنبال عقل، بریم به دنبال اقوال مردم، بریم که ببینین تعویل بکنیم. نعوذ بالله بعضی از احادیث را قبول نمی کنن که با عقل ما جور در نمیآید، یا برخی از اینها خب باز زحمت کشیدن، به تعبیر خودشان زحمت کشیدن، خودشان را خسته کردن، حدیث چون به عقلشان برابر نیامده او را تعویل کردن.
چی نیازی به تعویل داره؟ نصوصی که در باب عقیده، چی در قرآن کریم و چی در احادیث پیامبر علیه السلام، عقل را در اونها مجال نیست که ما بیایم مسائل عقیدتی و مسائل اصولی که در اسلام آمده درباره صفات پروردگار آمده. چون عقل ما به اون اندازه نیست جناب استاد. عقل ما همچنان که نمیتونه ذات الله را درک بکنه، صفات الله متعال سبحانه و تعالی را هم درک کرده نمیتونه. درست نیست که ما عقل خود را بیایم اینجا حاکم بکنیم چون با عقل ما موافق جور در نمیایه، چون با عقل ما برابر نمیایه، یا حدیث به بهانه خبر واحد نعوذ بالله رد بکنیم، بگین این حدیث درست نیست نعوذ بالله، یا این خبر واحد ما قبول نمی کنیم. یا مثلا جناب استاد برخی از اینها خب افرادی که یعنی در قسمتی از عقاید قبول نمی کنند، برخی دیگه از اینها بر اساس آرزوها و بر اساس امیال و نفسانی متاسفانه برخی از احکام حتی قبول نمی کنند، به خاطر اینکه در برابر کفار و در برابر معاندین اسلام و در برابر مستشرقین کم نیارن، چون خودشان جواب ندارن ساکت میشن، حدیث را انکار میکنن. حدیثی که در بخاری آمده، حدیثی که در مسلم آمده، حدیثی که صحت او ثابت شده، این حدیث انکار میکنه، خیلی راحت انکار میکنه، میگه نه این حدیث مشکل داره. کجاش مشکل داره نمیدانه، والله فلان عالم گفته در فلان کتاب، خب فلان عالم اشتباه گفته، فلان عالم اشتباه کرده. حدیث میایه، حدیثی که چون این جواب نداره با عقل او جور در نمیایه، چیکار میکنه؟ حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را انکار میکنه، در حالی که خیلی عقولی از عقل ای بالاتره، میتونه که اون موضوع درک بکنه، ولی این چون درک کردن نتوانسته، خیلی راحت بر اساس عقل شخصی و فردی خودش میای احادیث پیامبر علیه السلام انکار میکنه و یک مصیبته. تشکر جناب استاد عبدالرحمن خفاته. خب بیننده های عزیز و گرامی، از تک تک شما عزیزانی که تا حال پای تلویزیونی های خود نشستین و این برنامه را مشاهده کردین، از شما اظهار سپاس و امتنان داریم و در این برنامه به اثبات حجیت احادیث آحاد در باب احکام و عقاید پرداختیم و همچنین به برخی از شبهات افرادی که احادیث آحاد را در باب عقاید و احکام حجت نمیدانند پرداختیم. امیدواریم که قضیه روشن شده باشه و تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان را به پناه یکتای به همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.